کنفرانس جمهوریوی در شهر خوجند بهره تطبیق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اویدی اعلان شدن 20 ساله آموزش فنهای دقیق با تشبث دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان برگزار گردید. در کنفرانس مذکور معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی سخنرانی نموده اعلان شدن 20 ساله آموزش فنهای دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی را از جانب پرزیدنت کشور اقدام نیک ارزیابی نمود و تاکید کرد که این امر جناب عالی برای رشد و نموی ساحه علم و معارف در کشور سهمی باسزا گذاشته، اینچنین به زیاد شدن صف دانشمندان و اختراعکاران جوان مساعدت میکند. در زمینه قبول این برنامه بزرگ و جهت نایل گردیدن به این مقصدهای نجیب، اینچنین تقویت دادن آموزش علمهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت چنین زمینه‌های مساعد فراهم آورده شد که همگی برای در کوتاه‌ترین فرصت عملی شدن هدف‌های نجیب این دورنما مساعدت می‌نمایند. در کنفرانس مذکور نمایندگان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، عالمان و دانشمندان، مسئولین مرکزی علمی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در شهر خوجند و آموزگاران و دانشجویان فعال دانشگاه‌های عالی ولایت اشتراک داشتند. در کنفرانس مذکور از جانب اشتراکچیان و عالمان 6 معروضه‌های علمی و اینوواسیونی شنیده شد. برگزاری کنفرانس جمهوریوی در مقیاس ولایت با اشتراک اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان طی 10 سال اخیر بار اول است. مقصد از کنفرانس مذکور محاکمه و بررسی معماهای علمی وابستگی رشد علم، تکنولوژی و تاثیر آن بر رشد اقتصادیات می باشد. در کنفرانس مذکور نه تنها عالمان، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بلکه صاحبکاران نیز شرکت ورزش دادند که با آن یک حسن شفاعت خاصه می بخشد. پیش از آغاز کنفرانس در درآمدگاه تالار کاخیرودکی دستاوردهای علمی دانشگاه‌های ولایتی سوخت به نمایش گذاشته شد. معاون رئیس ولایت انور یعقوبی و نمایندگان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان از گوشه دستاوردهای دانشگاه‌ها دیدن نمودند. دانشجویان و استادان دانشگاه‌های ولایت اختراعهای نو و دستاوردهای طی 1 سال اخیر را به نمایش گذاشته بودند. نماینده هر یک دانشگاه گوشه دستاوردهای نو را به مهمانان معرفی نمودند. اساساً اردوینو استفاده گذاشته است که همون این تجهیزات الکترونی و اداره میکند. من داتچیک اساسی داتچیک هم حسیات حساب میشد که وقتی که داتچیک من دستی شما نزدیک میشه این کار به میدارد نباشد نه. کنفرانس جمهوریوی علمی عملی تحت عنوان رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در شهر خوجند نزدیک 3 ساعت دوام کرد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.